سلام، من بهارم. به کانال بهار مووی خوش اومدین. امروز میخوام 6 تا فیلم جدید 2025 هالیوود رو بهتون معرفی کنم که آخری از همه جذابتر و قشنگتره. پس لطفاً تا آخر ویدیو همراه من باشید. فیلم اول فیلم سینمایی جوراسیک ورلد ریبرته که سری جدید از مجموعه فیلم‌های جوراسیک ورلده. این فیلم در ژانر اکشن علمی تخیلی که بازی اسکارلت جانسن در این فیلم باعث شده خیلی سر و صدا کنه و البته پربیننده باشه. نمره این فیلم در سایت IMDb 6.2 از 10 است. فیلم دوم فیلم سینمایی کاراته کیدز لجندز در ژانر اکشن، خانوادگی و درامه با بازی بی‌نظیر و نوستالژی جکی جان. میدونی که فیلم های جکی جان چجور فیلم هاییه؟ نمره این فیلم در سایت IMDb 6.6 از 10 است. سومی فیلم سینمایی 28 Years Later 28 سال بعد در ژانر ترسناک، درام، علمی تخیلی و هیجان انگیزه به کارگردانی دنی بویل، سرشار از لحظه‌های مهیج و دلهره آوره. اگه فیلم ترسناک دوست دارین پیشنهاد میکنم تماشاش کنید. نمره این فیلم در سایت IMDb 7.1 از 10. فیلم چهارم فیلم سینمایی ماتریالیسته، یه فیلم عاشقانه و کمدی با بازیگرهای مشهور این روزهای سینمای هالیوود: داکوتا جانسون، پدرو پاسکال و کریس اورس. پیشنهاد میکنم این فیلم رو با پارتنرتون ببینید. نمره این فیلم در سایت IMDb 6.7 از 10. فیلم پنجم فیلم سینمایی دنجرس انیمالز که یک فیلم ترسناک، درام، معمایی و هیجان انگیزه که موقع نگاه کردن شما رو سر جاتون میخکوب میکنه. اگه طرفدار فیلم ترسناکین خوبه که نگاش کنید. نمره این فیلم در سایت IMDb 6.8 از 10 است. و اما فیلم ششم که من از همه بیشتر دوستش دارم فیلم سینمایی How to Train Your Dragon، یه فیلم اکشن، ماجراجویی و فانتزیه که بر اساس داستان انیمیشنیش درست شده و در ژانر خودش بی‌نظیره. کیه که این روزها فیلم‌های دراگونی دوست نداشته باشه؟ نمره این فیلم در سایت IMDb 8.1 از 10 است. ممنون که تا آخرین ویدیو همراه من بودید. کانالمو سابسکرایب کنید و یه لایک خوشگل بهم هدیه بدین. تو کامنت ها واسم بنویسید کدوم از این فیلم ها رو نگاه کردین و دوست داشتین. تا یه معرفی دیگه، خدافظ.